چند تا از نشانه‌های شاسی تعویض رو بخوام بهتون نشون بدم. بیا اینجا. ببین یکیش این مومکشیه که به صورت دستی اعمال شده. این باکسی که نگاه می‌کنید پای شاسی اینجا این مومکشی رو داره. یه نشونه‌ش هم ببین این بغلو بگیر قشنگ مشخص بشه. اینجا که مومکشی به صورت دستی هستش. الان سالمشه، اون سمت سالمه، نشونشون بده. کاملا فابریک و منظم هستش. بیا دوربین بیا اینجا. یه نشونش هم از پشت چرخ معلومه که کاملا مومکشی ها دستی و به هم ریخته هستش. یه نشونه هم باید بریم زیر خودرو که رد برش اونجا مشخصه. از اینجا برشش دادن و عوضش کردن.